با سلام و احترام به ششمین قسمت از مقایسه باز خوش اومدید. یادتون باشه هرچی بیشتر بنده حمایت بکنید انگار بیشتر حمایت هم کردید. این قسمت میخوایم خودروسازی خودمون رو مقایسه کنیم با خودروسازی اونا. برو بریم. این خودروهای صفر ماست. این هم خودروهای صفر اوناست. یه تفاوت البته دارم. به نظر بنده خودروهای صفر ما بیشتر شبیه خودروهای زیر صفره. یعنی شما یه سال که پول میدی، بعد یه سال بعد ثبت بکنی، تازه اگه ماشینی که ثبت نام کرده باشی رو تحویل بدن میگیری، بعد میری روی سری آپشن روش می‌بندی که برای 30 سال پیشه. بعد میای آگهی میکنی ماشین فول آپشن. دیگه دوربین دنده عقب و مانیتور و سنسور و نقطه کور و سنسور دن اینا اصلا دیگه تقریبا مال 20 سال پیشه. منتها خب ما چون خیلی دوست داریم و نداریم میبندیم رو ماشینامون، اینجوری میشه. خیلی ماشینامون خوشگل میشه. بعد ماشین خارجی‌ها که چون خیلی گرون میخریم اینا رو دارن. بعد ما اگه میخوایم داشته باشیم بریم بیرون ببندیم. بعد خوشحالیم که ماشینامون همه آپشن داره. شما هم بگید داره. حالا همه گفتیم زدیم، شما بگید زده. ماشینای اونا غیر از بنزین چند مدل سوخت دیگه هم براش درست کردن، مثل هیبریدی، مثل دیزلی، مثل برقی. ما هم درست کردن CNG گاز. یک کپسول به این بزرگی 70 کیلو میذاریم عقب ماشین که هم قشنگ مادر موتور رو هم قشنگ مادر سیستم تعلیق رو به اعضاشون بشونه انشالله. بعد یه جوری هم میایم میگیم مدل ماشین 89 دوگانه شرکتی با دستی فرق میکنه، انگار مثلا اونا با پا مونتاژ کردن. دیگه دوگانه است دیگه. ماشین که 20 سال دویده فداش هم دیگه فرق نمیکنه. شرکتی دستن میگه مورچه چه کله پاچش باشه. البته با نهایت احترام تمام CNG سواران و دولت بسیار محترم اون که برداشت این کپسولا رو چپون تو صندوق عقب. آره فرق خیلی نمیکنه دیگه. دوگانه شرکتی دوگانه دستی گازه. مهم اینه که نیست هست کم گرونه، بنزین هم هست نیست کم گرونه. اینجا ایرانه همه چی خوبه. اونجا یه چراغ کوچیک مثلا مثل چراغ کمربندی، چراغ ترمز اینا روشن میشه، تمام ماشینا رو چند هزار تاشو فراخوان میدن، قربون صدقه‌شون هم میرن، میگن بیا جاتون درست بکنیم. ما هم همینیم در واقع. تازه ما به فراخوان ما تازه بهتر هم هست. یعنی یه ماشینی ما داشتیم 60 بار فراخوان داد شرکت سازندش. یعنی در واقع طراحی و تولید و تست و مونتاژ همه تو خیابون انجام شد توسط مردم. هر کی گوشه کارو گرفت ماشین رو جمع کرد رفت. آخرش هم همون ماشین آتیش میگرفت میشد تقصیر مردم. کلا مقصر ما مردم. یعنی شما حساب بکن ماشین آتیش میگیره مقصر ماییم، جنگل آتیش میگیره مقصر ماییم، دارو کم میشه مقصر ماییم چون زیاد سرما میخوریم، اگر گرونی هستش مقصر ماییم چون خیلی داریم گرون میفروشیم. این شرط مواد اولیه و تحریما نداره. دریاچه داره خوش میشه مقصر ماییم چون از شاه‌ها داریم زیاد برداشت میکنیم. هر بلایی داره سرمون میاد تقصیر خودمونه. کلا مقصر ما مردم هستیم. ما از مسئولین همینجا عذرخواهی میکنیم ببخشید قدر شما رو نمیدونیم، کوتاهی از ماست. بعد اصولا تو مردمی هستیم که عاشق صندوق عقب و در واقع و ایربگ هستیم. یکی از دلایلی که جراحی زیبایی هم زیاد شده همینه. مادر جراحی زیبایی ایران در خودروسازی هم 206 بود. یعنی اومدن پول یک خودروی کامل 0 تا 100 با طراحی خط تولید دادن که 206 صندوق دار بکنن. انگار خود پژو اینجوری بود مثلا نمیتونه صندوق دار. تازه کلی هم پول دادیم به پژو که راضی بشه تو رو خدا بذاریم ما اینو صندوق دار بکنیم. حالا صندوق دارش کردیم نمیتونیم بفروشیم چون کسی نمیخره. درست میشه. همه چی درست میشه. اون یکی خودروسازی اونم یه موتور داره رو سیت ماشین گذاشته که به نظر بنده موتوری که رو سیت ماشین بشینه دیگه موتور نیست، اسمش چیز دیگه است. منظورم که موتور سر حالیه از نگاه فنی. بعد جالبه در همین اثنا که ما مشغول صندوق دار کردن ماشین هاشبک بودیم و این ضبط ماشین رو از کاست کردیم CD از CD کردیم فلش. بعد تازه بعد طرف پول میداد جاشو خالی میذاشتیم براش که هیچ چیزی هم توش جا نمیشد. زیر در رو ور می‌داشتیم میشد آپشن میذاشتیم میشد فول آپشن. فرمون برقی میذاشتیم میشد آپشن. 4 تا شیشه ها ماشین همه برقی میشد آپشن. این سردنده حتی مثلا جزء آپشن حساب میشه. کره جنوبی شد 5مین تولید کننده برتر خودرو در دنیا و 4مین صادر کننده خودرو برتر در دنیا.
ترک هم که هم بیخ گوش خودمونه شد 13مین تولید کننده خودرو برتر در دنیا و 85% از تولیدات داخلی خودروسازیشون میفرسته واسه اروپا. حالا هی بیاین اینجا چراغ عقب جلو جابجا بکنید، با یه منتی هم سر ما بذارید که آقا اینا خودروهایی که برای ما ارزون در میاد، ما خودروهای خوب خیلی داریم، اینا خیلی خودروهای خوبی هستن. نقطه. بعد تازه ما میریم همه ماشینا رو میخریم، یه جوری روی این پلاکش خون میریزیم انگار ماشین اسکندر مقدونیه. یعنی اگه 2-3 لول ماشین رو بالاتر کنیم طرف گوشه رگش میزنه اینجین میمونه پلاک که خدای نکرده چش نخ. آخه این ماشینا فقط تو ایران فدات شم، خود جایی ندارن چش بزنن که چیزی هست که چیشی بخواد چش بخوره. دیگه 4 تا ماشین که در دنیا لنگه نداره یا تولیداتش حداقل 30 ساله متوقف شده، مثلا با نهایت ادامه نیسان سواران به پژو سواران و تمام عزیزانی که دارن ماشینای تولید داخل سوار میشن، اینا واقعا چشم خوردن نداره. اون ترجیح میدیم اون خروس ننه مرده رو آره ولش کنه، بذاریم مال خودش دون بخوره حالش رو ببره، چه کارش داره داخل. پیشنهاد به مسئولین عزیز، چون بارها مدیران خودروسازی فرمودن که خودرو برای ما ضرره، یعنی هیچی نداره. الان نگاهشون کنی خودشون دارن با اسنپ میرن این ور اون ور، فقط میسازن که ما استفاده کنیم. خدا خیرشون بده. گفت یه پیشنهاد بدیم این قرعه کشی که شما گوشی مال ماشینا که مثلا 1000 تا می‌نویسین 10 میلیون نفر ثبت نام میکنن، بیا ماشین تیکه تیکه قرعه کشی بکنیم. مثلا یه قرعه کشی بذاریم مال گلگیر جلو، دوباره یه قرعه کشی بذاریم مال گلگیر عقب، یه قرعه کشی بذاریم مال اگزوز، لوله اگزوز. اینجوری شاید همه ماشین دار نشن، ولی همه یه امید ماشین دار شدن دارن. مثلا همون لوله اگزوز بالاخره کاربردهای دیگه هم داره، فقط به جای زیر ماشین میتونیم بکنیم توی مثلا مخزن آبی مال لوله کشی آبی اینا استفاده بکنیم که هدفمند باشه قرعه کشی. یا لااقل طرف پولو میده ذوق بکنه به نامش در میاد خوشحال میشه. خدا ان شاءالله از شما خوشحال و خوشنود باشد. آمین. بحثمون تموم شد. ما میگیم داره قصدمون اینه که خیلی وقت شما عزیزان رو نگیریم. میریم سراغ سوال از بینندگان عزیز. لایک یادتون نره، قلب یادتون نره، فالو بفرمایید. فقط آمار بازدید خیلی خوبه، فالوورها کمه. من نمیتونم اینجوری کی بکنم فالوور بگیرم، ولی خب شما لطف بفرمایید بنده رو فالو کنید، خوشحال میشیم. ان شاءالله خدا فالوتون کنه. سوال برنامه: به نظر شما اگر جای روسیه و آمریکا در نقشه عوض میشد، یعنی روسیه میشد غرب، آمریکا میشد شرق، چه اتفاقی میافتاد؟ 1. هیچی نمیشد. 2. مقصر همه چیز به جای غرب میشد شرق. 3. بعد هجایی میشد تقصیر کشورهای شرقی. 4. روسیه کشور بسیار خوبی است و ما خیلی دوستش داریم. نقطه. به پایان آمدیم. دفتر که کاغذ بود مهم نیست. تا برنامه مقایسه باز دیگر، آراسی خیلی دوستتون دارم. باز باشید و باز بمانید.